امروز 24 فوریه است و شما در پخش مستقیم برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. شعله گلخوجی هستم. سلام. در 15 دقیقه دیگر اطراف این موضوع صحبت میکنیم. موردهای سیرایت کرونا ویروس در ایران زیاد شد. همسایه کشورها و تاجیکستان واکنش به وضعیت پیش آمده را بررسی میکنند. وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان نیز تصمیم‌های خودش را در روزهای نزدیک خواهد گرفت. تلاش نوبتی برای جلب سیاحان. تاجیکستان مهلت ویزا را برای شهروندان خارجی درازتر و نرخ آن را کمتر کرد. توجیکستان کشور کوهی است. مخصوصا برای تماشای کوههای پامیر وقتی بیشتر لازم است تا توانیم از جایهای گوناگون توجیکستان هم دیدن کنیم. و داد از دست شکارچیان در افغانستان با وجود منع بودن ساکنان جانوران نادر را شکار میکنند. کاوگ شکار میکنیم، کاوگ زری میگن یک چیز از چرده او را شکار میکنیم، کبوترای کوهی را شکار میکنیم، کفترای کوهی را شکار میکنیم. در پی افزایش حالت سیرایت کرونا ویروس در ایران، ایتالیا و کره جنوبی نگرانی زیاد شده است که ویروس به پاندمی یا خود سیرایت سراسری در جهان تبدیل می‌یابد. روز 24 فوریه سیرایت کرونا ویروس و یا به اصطلاح کووید 19 در افغانستان، بحرین و کویت به خیل گرفته شد. تاجیکستان که قبلا رفت آمد با چین مرکزی سیرایت ویروسی نو را قطع کرده بود، حالا پروازها را به ایران نیز بازداشت. برای یوسفی با تفصیلات بیشتر. با تصدیق مرگ 12 نفر، ایران به دومین مرکز کرونا ویروس تبدیل یافت. در تهران و شهرهای دیگر مکتب‌ها تا 25 فوریه بسته می‌مانند. به سبب سرایت ویروسی خطرناک، زمان بازی‌های گوناگون ورزشی هم به تأخیر افتاده است. از جمله بازی فوتبال بین دسته سپاهان و پرسپولیس که قرار بود روز یکشنبه گذشته برگزار شود. مشکل و دشواری ممکنه وجود داشته باشد، ولی اینکه در دسترس نباشد به هیچ وجه. ما هیچ دارو و تجهیزاتی مورد نیاز برای بیماران کووید 19 نیست که به اون دسترسی ولو با دشواری نداشته باشیم. ولی کوچه‌های کم آدم و نوبت طولانی در نزد داروخانه‌ها بیانگر نگرانی افزاینده مردم است. رضا صفایی در داروخانه در تهران کار می‌کند و می‌گوید احتمال به زودی به مردم نقاب‌های طبی به پول دهند. تو روزهای آتی هم انشالله شاهد باشیم که ماسک رایگان هم در اختیار مردم قرار بگیره و این نگرانی‌هایی هم که برای درخواست و تقاضای ماسک مقدار زیاد شده این هم کاهش پیدا کنه. خروج ویروس خطرناک کرونا در ایران به کار تاجران و مالکان آشخانه‌ها هم ضربه زده است. به گفته صاحبان بعضی از آشخانه‌ها در تهران، صفی مشتریان و همین طور میزان درآمد آنها رو به کمشوی نهاده است. 60% تا 70% افت کرده. مردم کبوتر خرید میکنن. کبوتر میان بیرون میترسن. کشورهای همسایه با ایران از جمله عراق و پاکستان، ترکیه، ارمنستان و افغانستان مرزهای خود را با جمهوری اسلامی بسته محدودیت سفر و مهاجرت را جاری کردند. حکومت افغانستان در ولایت همسرحد با ایران وضع فوق‌العاده اعلان کرد. فیروزالدین فیروز وزیر تندرستی افغانستان در نشست مطبوعاتی در کابل گفت که یکی از 3 حالت گمانبر شده در ولایت غربی هرات تصدیق شده است. 3 ساکن هرات از سفر شهر قم به وطن برگشته و اکنون جدا از جامعه نگاه داشته می شوند. در چین نخست منبع کرونا ویروس بیش از 2500 نفر سیرایت دیده درگذشتند و شماره موردهای تصدیق شده به تقریباً 80,000 نفر رسید. بینندگان عزیز، ما در جریان برنامه باز به موضوع کرونا ویروس و تاجیکستان برمیگردیم و یک اعلان دیگر نیز داریم. بخش تاجیکی رادیو آزادی در روز انتخابات پارلمانی 3 برنامه نیم ساعته خبری را تقدیمتان میکند. اگر شما روز 1 و 2 مارس به بخش‌های مستقیم آزادی ویدیو بپیوندید، از جریان برگزاری انتخابات در تاجیکستان و لحظه‌های آوازدهی در مسکو و سنت پترزبورگ و یکاترینبورگ آگاهی پیدا میکنید. اگر شما از زمان برگزاری انتخابات عکس و یا ویدیو میگیرید، لطفاً به ما بفرستید تا دیگران نیز ببینند.
شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. من بعد جهانگردان خارجی امکان سیاحت بیشتر رو در تاجیکستان خواهند داشت. با یک قرار رئیس جمهور مهلت ویزای خارجیان تا 15 روز درازتر شد. قبلا خارجیان حق داشتند بر اساس روادید یک دفعی فقط 45 روز در تاجیکستان بمانند. این قرار به تاجیکانی که شهروند کشورهای دیگر می باشند سبکی های معین مد نظر دارد. سرویناز روح‌الله و شهلای عبدالله در دوشنبه نظر خود جهانگردان خارجی را به این نوگانی پرسیدند. مارتین اورپان روزی دوم است که مهمانی تاجیکستان است. او برای سیاحت از اندونزی آمده است. تاجیکستان برای این جوان اندونزی 19مین کشور است. مارتین از شیوه دسترس کردن روادید خوشحال است، اما مهلت آن را کافی نمی‌داند. توجیکستان کشور کوهی است. مخصوصا برای تماشای کوههای پامیر وقتی بیشتر لازم است تا توانیم از جایهای گوناگون تاجیکستان هم دیدن کنیم. مارتین از دراز شدن مهلت روادید برای خارجیان استقبال کرد. من طرفدار آنم که مهلت روادید بیشتر شود. تاجیکستان مهلت روادید یا ویزا برای شهروندان خارجی را دراز کرد. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان گفت مهلت روادید از 45 روز قبلی به 60 روز رسانیده شد. هرچند روادید در حدود 3 ماه یا 90 روز داده می شود، اما شهروندان خارجی مدت 60 روز حق بود و باش را در قلمرو تاجیکستان دارند. قرار دراز شدن مهلت ویزا برای شهروندان خارجی هفته گذشته از سوی رئیس جمهور امضا شده است. در این باره سیراج‌الدین مهریدین وزیر کارهای خارجه تاجیکستان روز 18 فوریه در نشست مطبوعاتی به ژورنالیستان خبر داد. اگر شهروند خارجی خواهد روابط یک کرته طریق روابط الکترونی طریق اینترنت $30 آمریکا پرداخت میکنند. اگر بسیار کرته خواهد همون 60 روزه میتواند 3-4 مرتبه درآید برای به تاجیکستان. این برای این روابط بسیار کرته $50 آمریکایی پرداخت میکنند. تا امروز شهروندان بیش از 80 دولت به تاجیکستان بدون ویزا سفر کرده، اکثرشان به واسطه در فرودگاه‌های بین‌المللی دوشنبه ویزا میگیرند. بر علاوه این راه گرفتن ویزا مراجعت به کنسولگری تاجیکستان در خارج است که متد آنلاین ویزا هم فعال میباشد. تغییرات نو در نظام ویزا در تاجیکستان را اکثر خارجیانی که از این کشور دیدن میکنند خوش پذیرفتند. این به ما امکانات بیشتر می‌دهد که برای سیاحت هرچی بیشتر سفر کنیم. طبعا می‌دانید ساحه توریسم برای کشورها مهم است و هم می‌تواند برای تجربه میان کشورها مساعدت کند. بر اساس آمار رسمی همه ساله بیشتر از 1 میلیون شهروندی خارجی از تاجیکستان دیدن می‌کند. همچنین در نظر است در نزدیکترین فرصت به زادگان تاجیکستان که شهروندی دیگر کشورها را دارند روادید 3 ساله و سرمایه‌گذاری که به اقتصاد تاجیکستان بیش از $1 میلیون سرمایه‌گذاری می‌کند روادید یا ویزای 5 ساله داده خواهد شد. سرویناز روح‌الله، شهلای عبدالله، آزادی، دوشنبه. بینندگان عزیز، همین لحظه گزارش با رادیو صوفی درباره اقدام‌های احتمالی تاجیکستان در مقابل کرونا ویروس از دوشنبه رسید و حالا آن را پیشکش شما می‌کنیم. در پی خروج و فوت 8 نفر از ویروس نو در ایران، تاجیکستان همه پروازها از دوشنبه به شهرهای ایران را قطع می‌کند. آژانسی هوانوردی ملکی تاجیکستان با ارسال نامه به شرکت واریش ایرلاینز و تاجیک ایر خواسته است پروازها را موقتاً به ایران قطع کنند. ما درخواست کردیم با واریش ایرلاینز با شرکت‌های خودم واریش ایرلاینز درخواست کردیم که تا معتدل گشتن وضعیت پروازها را منع کنند. فعلا تاجیکستان به خاطر خروج ویروس نوی کووید 19 پروازها و همه رابطه‌های زمینی با چین را قطع کرده است. در همین حال وزارت تندرستی تاجیکستان هم گفت وضعیت پیش آمده با خروج کرونا ویروس در ایران را مورد آموزش قرار داده در نزدیکترین فرصت تصمیم نهایی در همه گونه رابطه‌ها با این کشور گرفته می شود. مسئله از مد نظر وزارت دور نیست. فکر میکنم دیگر وزارت‌های مربوطه نیست در پی همین مسئله هستند امروز و شما هم خودتون شاید الکی آگاهی پیدا کرده باشید. بعد از بررسی عمیق، بعد از بهاگذاری نمودن به وضعیت ایران، وزارت تندرستی و بهبود اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان نیز تصمیم‌های خودش را در روزهای نزدیک خواهد گرفت. آخرین پرواز شرکت واریش ایرلاینز صبح امروز 24 فوریه از فرودگاه دوشنبه انجام شد و پرواز بعدی روز پنجشنبه در نقشه بود. تا امروز از دوشنبه به شهرهای مشهد و تهران اساساً شرکت ایرانی واریش ایرلاینز پرواز انجام میداد. پس از خروج کرونا ویروس در چین، هر نفری که از آن کشور وارد تاجیکستان میشوند 14 روز زیر نظارت ویژه طبیبان قرار میگیرند.
то 21 феврал 1099 нафаре ки аз чин баргашта буданд таҳти карантин қарор доштанд ва бештар аз 800 нафари онҳо рухсат шудаанд. аз шумораи умумӣ 125 нафар шаҳрвандони чин буданд. ҳоло 288 нафар таҳти назорати вижаи табибон қарор доранд. бинандагони азиз, тибқи хабаре ки ҳамин ҳоло ба дасти ман расид, имрӯз мақомоти Эрон хабар доданд ки 12 нафар дар ин кишвар аз сирояти вируси нав фавтида шумораи беморони он ба 61 нафар расидааст. ба ҳамин тартиб Эрон дуввумин кишвари дунё бо болотарин талафот аз бемории вируси нав мебошад. бояд гуфт ки аксари мавридҳои беморӣ дар қум буданд ва мақомот рафтуомади мардумро ба ин минтақа манъ карданд. мегузарем ба мавзӯи дигар, яъне ба Афғонистон, ҳамсояи кишвари Тоҷикистон ки дар он ҷо мавзӯи ҳифзи ҷонварон ва паррандагони нодир доғ мешавад. сокинон дар ин кишвар ба манъ будани шикори ҷонварони дар китоби сурх ворид шуда беэътиноӣ мекунанд. чуну чаро дар гузориши навбатӣ. صرف نظر از مانع‌ها در افغانستان شکار حیوانات و پرنده‌های نادر جای دارد. سعید حیات الله در بدخشان افغانستان با شکار مشغول است. 2 سال پیش پرزیدنت افغانستان اشرف غنی شکار حیوانات نادر را منع کرد. ولی حیات الله میگوید او به شکار گرگ و پرنده‌های نادر توجه دارد. از ماه قوس به بعد شکار خانوادگی ما علاقه داریم و شکار هم میکنیم و بیشتر در این مناطق از کاوگ شکار میکنیم. کاوگ زری میگن یک چیز از چرده او را شکار میکنیم. کبوترهای کوهی را شکار میکنیم. کفترهای کوهی را شکار میکنیم. دیگه نمی جاندارایی را که حلال است که به حساب چیزی است که از همیا شکار میکنیم. پوست حیوان‌های نادر به بازارهای کابل راه می‌یابد. از آن پوستین، کلاه و دیگر اشیای ضروری استحصال می‌کنند. تاجر محلی احمد میگوید برایش از سراسر افغانستان پوست و محصولات چرمی می‌آرند. پلنگ کم یافته است، پوست‌های روبا پیدا میشه زیاد که تفنگ شکارش میکنند. شکار که کردن بازی چیز میکنند، پوستش چیز میکنن، پوست میکنن ایره، پوست کردن بازی رو آش میتن. ایره در یک چیز استک مندازن آش میتن ایره. آش که دادن باز از او باز کل کارش خلاص میشه، پاک منظم میشه، باز از او جمع پرجور میشه. محصولاتی که از پوست حیوانات نادر آماده می شود ارزان نیست، اما شماره مشتریان هم کم نیست. برات خوش میآید. اون آقای جنرال دوستم ما همین میکلا یکی رو خوش کرد. اگر میبینین کدام وقت عکسشه این میکلای پوست گرگ دارد. اداره حفظ محیط زیست افغانستان 550 نوع پرنده و 150 نوع حیوانات را در کتاب سرخش جای داده است، ولی شکار غیر قانونی همانا ادامه دارد. و یک خبر دیگر هم داریم. کمیسیای بین حکومتی توجیکستان و قرقیزستان در مذاکرات اخیر خود برای تشخیص و تبادل 23 هکتار قطعه های بحثی در موضع‌های مرزی دست یافتند. به قول یک منبع نزدیک به حکومت ولایتی سوخت، هیئت‌های دو جانب بعد گفتگوی 3 روزه شنبه گذشته به چنین نتیجه رسیدند. یک مصاحبه رادیو آزادی که نخست نامش آشکار شود میگوید از جمله موضع‌های بحثی در ناحیه لیلک، باباجان غفورов، واروخ و بادکند قرقیزستان را در بر خواهد گرفت. ولی مقامداران قرقیز در صحبت با بخش قرقیزی رادیو آزادی گفتند در ملاقات بادکند مسئله تبادل مرز بررسی نشده است. بینندگان عزیز، شما میتوانید تفصیلات رو راجع به همین خبر یعنی موضوع بحث مرزی میان توجیکستان و قرقیزستان در وبسایت رادیو آزادی بخونید. و با همین خبر برنامه امروز رو انجام میدیم. تشکر از یکایک شما برای همراهیتان. تا ملاقات نوبتی بینندگان عزیز، شما میتوانید خبرهای تازه رو از وبسایت رادیو آزادی بخونید. گزارش‌های روز و جالب در آزادی ویدیو کانال مخصوصی ما در یوتیوب چون همیشه گذاشته میشوند. یادتون نرود منصوب فردا همه شما را در نوید بامدادی منتظر خواهم بود. تا فردا، خدا نگهدارتان. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.